بچه ها، من ساین گیم پلی هم. بابا حاجی نگاه کن چه کاخی ساختم، اصلا کاخش پادشاهی. اصلا نگاه کن این کاخ دوستمون آقا کاوه که بهتون قول داده بودم یه دفعه بیارمش. این کاخ آقا کاوه مونه. اینجا هم کاخ خودم اصلا حاجی اوسکی. یعنی نگاه کن، اصلا نگاه کن یه چیزی اصلا آدم دهنش کف میکنه. نگاه کن چه چیزی ساختم، سرامیک هم براش زدم. و آقا بریم مخفیگاه سامیار رو پیدا کنیم. اینم نگهبانای خوبه سامیار هستن. آقا ما بریم زیر آب. شوخی کردم، الان زیر آبی هم هست ولی الان بریم. نگاه کن مخفیگاه ساختم مثل گل. حالا بریم توش. آقا اینجا میای، اینجا میای، اینجا میای، اینجا میای، بعد میای اینجا. آقا حاجی میای پایین، میای اینجا. اصلا مخفیگاه ساختم مثل گل. اینا صندوقچه های امانت هم اینجا هم یه دریچه کوچیکی که قراره به زودی یه طبقه بهش اضافه کنم. اونم طبقه پایین. الان این جاییم که هیچ که خبردار نیست. من حداقل یک روز روش کار کردم بیادون اونو درست کنم. کاخ آقا کاوه‌مونم حداقل فکر کنم یه روزی طول کشید. مال خودم هم یه روزی طول کشید. اینم درختن کل جنگل با توجه به ویدیو قبلی مال منن. این خونه هم برجم فعلا مشکلی نداریم. دیگه بریم ببینم موسک. نگاه کنین الان قرار آقا کاوه این زمینشو صاف کنه، از اینا بزنیم. تا آقا کاوه‌مون یه ذره تنبلی کرده تو وسط کار و حالا من براش باید بزنم زمینشو، نصفشو من و نصفشو خودش بزنه. و الانم اینجا یه در گذاشتم. یعنی آدم عالی. کاخا هم وصلن. تا حالا کجای مایکرافت دید که کاخا هم وصل باشن؟ بیاید اینجا حتما ببینید خونه منم. آقا اینجا که اصلا یه چیزی، اینجا هم که یه چیزی اصلا اوسک. آقا بذار یه دونه تیراندازی بزنیم، یه دونه تیر به اینا بزنیم. اینجا مال تیراندازیه دیگه. نه کجا بود تیر کمون؟ ها یه دونه تیر کمون میزنیم. خب بعد بیایم یه دونه تیر کمون. حاجی جان من انکاری کردم. من واقعا اسکول کاری کردم در این بازی. واقعا من حق من چیه؟ واقعا من تلسکوپم دارم یعنی اوسک. ببخشید اینو زدم. یه دونه میزنیم. خب بعد بیایم یه تیر کمون بزنیم. اوسک به هدف نخورد. یه دونه دیگه بزنیم به هدف خورد. و یه دونه دیگه هم بزنیم به هدف خورد. حالا بریم تیرا رو برداریم. ما حالا گدای تیر نیستیم ولی حالا یه برداشتیمش. آقا حاجی ما بریم بخوابیم که دیگه صبح شه. قرار خیلی کارا کنیم. خب بیدار میشیم. خروسمون هم میگن قوقول. خروسا قوقول کنید. خروسا عزیزم قوقول کنید. و خلاصه اینم که زمینای کاوه هستش که مخفیگاهش از مال من بزرگتر شده و جنس خونه ایشون طلاه و جنس خونه من چیه؟ الماس و مروارید. خب الان میریم زیر. حاجی نها کنه اومدیم اینجا. حتی حاجی بریم اینجا. اوسک بیایم اینجا بیایم بالا. اوسک حالا بیایم حاجی اینجا. آقا بچه من نگاه کنم ببینم چند دقیقه فیلم گرفتم. خب حالا مونده 4 دقیقه فیلم گرفتم. این باید بهش حداقل 8 و 10 دقیقه. خب برای بچه‌های عزیز الان نگاه کنید بهترین مخفیگاه نمیدونم کجاه ولی دقیقا من خونه مخفیگاه قدیمی ساختم چون دیوار شده اینا قدیمی هم همه قدیمی ساختم. من اصلا اجاره نکردم. اینجا هم که دونه تیراندازی داریم باید به صورت تمام بزنیم. نه از تیر کمونمون. سلام
سلام. بچه‌های خوش. خب اینم از این تو مایکرافت همون این آویدی آجی این اصلا یه چیزی اوسکی. دوستان آقا من از خواب بیدار شدم، اینم صدا آقا کاوه همونه. سوال کن آقا کاوه. چطورید دوستان؟ حالتون خوبید؟ ببخشید نتونستم بیارم. سامیار جون یه مایکرافت رو بده من. سامیار جون کل حرفات رو شنیدم چون که این موقع بغلت بودم. ببینید بچه ها، این قلعه ای که واسه ماه البته واسه من و سامیار می باشه بچه ها، اینجا که میرید اینجا من میخوام کلی چیز بزنم. خب و به این قلعه کاخ نیاز دارم. اینجا رو ما باید اینجوری برداریم. بعد اینکه برداشتیم بعد اینجور سرامیک میگم، بعد اینجا رو چیزش کنیم، چی بهش میگن، اینجا رو که این خاکا رو میبینید اینجا رو برداریم. خب بعدش آجر بذاریم. ای خدا چرا دیگه نه اینو زدن بذار عیبی نداره. اون پاکن. خب گنزنیم مثل اینکه الان بریم بالا چیزای دیگه ای بهتون نشون بدیم. اینجا که قبلا مثلا زامبیای بی درد نخورمون بودم. اصلا میاد بنده من نیز پله رو زدی؟ نه مال خود برجه بوده آقا کاوه. خیلی بوده دروغ بود. بابا به خدا خودش بوده. آسانسور زمین مال خودش بوده، مگه ندیدی؟ هر طبقهش از اینا داره. یعنی طبقه وسط کش دنگ نداره، الان طبقه خودشون زدن. اون زامبیه که بالاخره یه مخی تو کلهشون بوده. فعلا که به نظر من نیست. آره. پنجره‌ش هم اینجا. آره. برو طبقه پایین. طبقه پایینش یه ذره در زدن منفس. نه آره همین دره این جنگلو که تمومش این در پشتشه. آره این میخوره به پشت اینجا، یعنی مثلا فرار. آره تا اونجایی که من گفتم این جنگلا کلش، یعنی این منطقه اولیش مال من آقا کاوه هستش. یعنی این جنگل کلا این خونه ها تمام زامبیاش بارون. آره مال خودم شده. از اون بالا کفتن میاد به جای بارون. حالا آقا کاوه بریم چیکار کنیم؟ این صندوقا نمیدونم مال کیه. توش هندونه سیب طلا. سیب طلا هم گذاشته. آقا نمیدونم واقعا چرا سیب طلا میذارن. چون که صندوقچه‌شون میگه. آره دیگه صندوقچه با تلسکوپ چطوری کار میکنه؟ تلسکوپو دوست عزیز میتونیم نگر میداریم روش. آها آره فهمیدیم مثل تیرکمونه. نفهمیدم. دوست عزیز تلسکوپ الان تو رخ خونت هم معلومه ها. داداش ای خدا هم بالا به بارون میاد به جای کفتر. آره بس بریم اینجا. خیلی دورا هم نریم، ما خونه اونو گم میکنیم دیگه. اونجا معلوم. بس بریم اینجا بریم. پشمام داره پشمام برجش اصلا معلومه. نها کن دوستان. بس بریم چند دفعه شد. آره دوستان ببینید که این کسا آدم کش اصلا چند بار بهت گفتم این یه سر. نه این آدم کش نیست، اینا خودم گفتم این جنگل کلا مال منه. ممکنه مال منه تو، ممکنه چه اسکوله زیاد توشون. این آره اسکوله. کلهش هم مگه ندیدی مربعیه چون مخ تو کلهش نیست. ها کله کسی اسکول خودت هم کله مربعی ها. مربعی کله اینجا نمیخوره. کله مربعیه. چی شد؟ نیاز نفهم. نه خواهیم من کله مربعی نیست منتها الان شخصیت اصلی چیز الان کله همه بیشتر گرده. خب این تو سامی میشه دقیقه حرف نزنی؟ اوکی تو مایکرافت بالا. آره سلام. خب اینجا گاوداریمونه. آره البته قبیله البته گاوامون توش گاور خودم کشتم. دیشته گوسالش اینجا. گوساله سلام گوساله. مگه گوساله ریش داره؟ اون چیه دورش؟ نه این گوساله
خجالت نمیکشه مرتیکه. عجب گوساله ها. بچه اینجاش خیلی بده. آره. اینجا بیا قشنگ اینجا میری چرا چروب میکنی حال میکنی. گیاه کاشتی؟ نه گیاه خودش داشته جنگل. پس بریم اگه بزرگ شده. اینجا هم که خونه لونه موش یا کفتر موشه که خیلی کوچولوه. منتها ای خدا خونمون رو گم کردی. نه این بالا معلوم شد. دوستان آقا این مخ نداره بزنم بکشمش. خب بچه‌ها الان که توجه میکنید شما الان من اینجا شما توجه میکنید الان شما خونه ها رو که دید خوشتون اومد. الان دیگه من بیشتر از این دقیقه نمیتونم صحبت کنم تا ویدیو بعدی. بدرود. فقط یادتون باشه که چنل ما رو سابسکرایب کنید، زنگوله بغلیش هم بزنید و حتما لایک کنید و کامنت ها هم برای ما بنویسید. تا لحظاتی بعد بدرود.